سلام. شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان آتش بس دائمی در افغانستان است. این شورا آغاز مذاکرات بین الافغانی را یک گام مثبت خوانده و افزوده است که ملل متحد از گفتگوهای میان افغانان استقبال می‌کند. امریکا میگوید القاعده اکنون نیز در افغانستان فعال میباشد. مایک پامپیو وزیر خارجه این کشور گفته است ده‌ها جنگجوی القاعده در افغانستان فعالیت دارد. ماموریت یونما برای یک سال دیگر در افغانستان تمدید شد. نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد گفته است در جلسه شورای امنیت ملل متحد این فیصله صورت گرفته است. مقامات افغانستان و چین چگونگی پروژه مثل عینک را تحت ارزیابی قرار دادند. هارون چخانسوری وزیر معدن و پترولیم کشور در دیدار با سفیر چین وعده نمود که به زودی برای حل مشکلات صدرای این پروژه اقدام خواهد کرد. و روند توزیع 2 میلیون فشخانه در ولایت ننگرهار آغاز شد. والی ننگرهار میگوید ارزش 2 میلیون فشخانه 10 میلیون دلار می شود که به شمول شهر جلال آباد در 13 ولسوالی توزیع خواهد شد.